300 نهال آرایشی در نزد مجمع 25 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان شنانیده شد. در معرکه نهال شنانی رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت ظفر اسماعیل زاده و رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر خوجند نعیم ملک اسلامی و دانشجویان و آموزگاران دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان اشتراک نمودند. آبادانی کشور یک اهمیت خاصه می‌دهیم تا اینکه نسل نورس کار کند، فعالیت کند، در کار باز تجربه نیک آموزد و برای گذشتگان باغ و جای آباد ماند. همین تشبث در ولایت با سربری رئیس ولایتمان محترم رجب‌آی احمدزاده خیلی خوب برآمده شده است که هر هفته روز شنبه یک شنبه معرکه آبادانی کبودیزار کنید درخت شناده. این تشبث تمام تشکیلات‌های مؤسسات یک خوشوندگی جانبداری کرده ایستاده است. از آن جمله دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان با راهبری استاد عزیز این کارا با پیشرفت و پیشقدم تمام تشبث‌های ولایت جمهوری دارد. امروز اقدام کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان را کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی در ولایت سوخت ما این را در شهر خوجند دستگیری کرده ایستادیم. تمام مردم برآمدگی چهره خندان روز ناز برای چی حاضر اینجا سوال با میان میاد که در فصل زمستان درخت‌ها را از یک جا به یک جا میشونن چون که همین درخت‌ها یک فاصله دارد که یک کمتر سوس را خوب میرود. اگر در همین فصل زمستان همین درخت‌ها را از یک جای دیگر شنانیده و هم نقص‌تر میگیرد و تیزتر میگیرد و خوش نمیشد. برای این یک دومش برای آبادی دیار، برای آبادی شهر باستانی خوجند، برای آبادی عمان ولایت و تاجیکستان. چون که وقتی که میرید همین سبزی‌های میبینید ما کلانسالا برآمده همین کار کرده هستیم برای آینده تاجیکستان، برای فرزندای خودمون. نهال‌های آرایشی در نزد بینای دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان شنانیده شد. این کار با اقدام دانشگاه یک جای با حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت سرعت گرفت. برای شنانیدن این نهال‌ها آموزگاران و دانشجویان سهم گذاشتند. گروه دانشجویان 500 نفره برای شنانیدن این نهال‌ها سابقه‌داران حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت آموزگاران و دانشجویان سهم گذاشتند. گروه دانشجویان 500 نفره تصمیم گرفتند که هر هفته روز شنبه نهال شنانند. هدف آنها بهتر کردن حفظ محیط زیست در شهر خوجند می باشد. ما تصمیم گرفتیم که امروز در میدان 20 سالگی استقلالیت دولتی یعنی در چقدر که در نزد یعنی 7 ستاره است ما زیاده از 300 درخت‌های آرایشی و سویافکن شناندیم که امکانیت میدهد که باز هم شهروندان شهر خوجند یعنی در این میدان یعنی استراحت کنند و وقت‌های خالگی خود را در اینجا با فرزندان خود یعنی سیر و گشت کنند. وابسته از این اقدام باز تصمیم گرفتیم که در گرد و اطراف خود دانشگاه یعنی یک باغ زمانوی که چقدر که میگم باغ اینتنسیو بنیاد نماییم که این باز هم برای بهتر کردن شرایط معیشی آموزگاران و برای گذراندن درس‌های لابراتوری از فن‌های مارکتینگ اگری بیزنس امکانات خوب را فراهم می‌آوریم. معرکه نهال شنانی در نزد بیمارخانه کلینیکوی رقم 1 مکاتب عالی مؤسسه‌های تعلیمی باغ و گلگشت‌های شهر برگزار شد. طبق دستور و سفارش‌های کمیته اجرایی مرکزی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان با تشبث کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت و افتخار 26 سالگی تأسیس یابی این تشکیلات در همه شهر و ناحیه‌های ولایت عکس تحت عنوان وطن هر گوشه را سرسبز خواهیم کرد برگزار گردید. گزارشی سومن حمیدوی و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.